أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران گرامی، بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که با فضل و کرم الله تبارک و تعالی حالا بنده میخواهم برای شما بینندگان و شنوندگان تعلیم زبان عربی را از کتاب العربیت بین یدیک پیشنهاد بکنم که این کتاب را ما در برنامه تلگرام گذاشتیم برای آن برادران و آن دوستان و آن خواهشمندانی که میخواهند زبان عربی را تعلیم بگیرند. پس این در تلگرام در گروه نجات یافته یا در گروه چراغ حق فروزان است. این کتاب PDF وجود دارد. پس هر کسی که این کتاب را از تا به حال دریافت نکرده است میتواند که از تلگرام این کتاب را بگیرد. پس شروع میکنیم درس امروزه خود را، درس یکم را از زبان عربی. و بنده میخواهم برای شما این کتاب را در پیشتان در ویدیوتان نشان میدهم، یعنی در اکران تلفن هایتان یا که در اکران کامپیوترهایتان این کتاب دیده شود و شما ببینید که من کجا را میخوانم و کجا را ترجمه میکنم و برای شما پیشنهاد میکنم. پس این همون کتابی هست که ما و شما حالا درسش کرده ایستادیم. این کتابی العربیت بین یدیک می باشد، یعنی که کتابی عربی در بین دستان تو ای طالب. الاصدار الثانی، این اصدار دوم هست، یعنی که اصدارهای یکم هم دارد این کتاب. من کتابی الطالب الاول، یعنی که کتاب طالب هست، کتاب یکمش می باشد. این کتاب چند قسم ها هست، این یکم قسم و یکمش می باشد. جزء ثانی، اینجا جزء ثانی نوشته شده است اما غلط و خطا هست، بلکه یعنی که خطای چاپی شدگی هست، بلکه اینجا جزء الاول هست، یعنی که جزء یکم. این کتابی که حالا سرش کردیم، شروعش کردیم، کتاب یکم است. و اینجا نوشته شده است که الوحدات، یعنی که بخش ها. وحدات معنیش بخش ها. پس وحدات اینجا از 9 تا 16 نوشته شده است. همچنین این هم خطا می باشد، بلکه اینجا از 1 تا 8 می باشد، یعنی که بخشی از 1 تا 8 در این قسم یکمی این کتاب در جزء یکمش وجود دارد. پس میگذاریم به صحیفه دیگر این کتاب و اینجا نوشته شده است که الوحدة الاولى. الوحدة الاولى یعنی که بخش یکم. الوحده یعنی که بخش، الاولى یکم. التحیة و التعارف. التحیة یعنی که سلام کردن. تحیه یعنی که سلام کردن. السلام علیکم و علیکم السلام، یعنی که سلام دادن و سلام کردن را عرب ها تحیه میگن. التحیه پس معنایش سلام کردن. و تعارف، تعارف یعنی که معرفی کردن. تعارف معنایش معرفی کردن، یعنی که شناس کردن، خود را شناسانیدن. پس معنایش این می باشد. و همچنین میگذاریم به ورق دیگرش و اینجا نوشته شده هست که الوحدة نوشتگی هست، یعنی که الوحدة. پس اینجا رقم 1 کردگی است، یعنی که بخش یکم. این بخش یکم است، چطوری که در اول کتاب گفتیم این از 1 تا 8 می باشد. پس این بخش یکم می باشد. پس التحیة و التعارف این را همچنین ترجمه کردیم، یعنی که تحیت سلام، التحیت سلام کردن و تعارف یعنی که شناسایی کردن، معرفی کردن. الدرس یعنی که درس. درسی چند است؟ درسی یکم. این رقمی 1. پس درسی یکم می باشد. پس اینجا نوشته شده است که العرض. العرض یعنی که پیشکش. پیشکش میکنیم برای شما درس یکم را. پس درس یکم عبارت است از الحوار الاول، یعنی که الحوار الاول یعنی که حواری یکم. حوار معنایش گفتگو،
گفتگوی یکم، یعنی که این الف کردگی هست بالاش همزه، اینی که یکم است، این در اینجا قسم یکمی گفتگو هست. پس در اینجا نوشتگی است که انظر واستمع و اعد. انظر یعنی که نگاه کن، واستمع یعنی که گوش کن، و اعد یعنی که تکرار کن. پس همش فعل امر هستن اینها، یعنی که انظر نگاه بکن تو، واستمع گوش بکن تو، و اعد و تکرار بکن تو. پس این معنی هاش است. همچنین در اینجا علامتاش گذاشته شده است. ببین انظر در اینجا صورت چشم گذاشتن یعنی که نگاه کن، واستمع صورت گوش را گذاشتن یعنی که گوش کن، و اعد اینجا علامت تکرار را گذاشتن که تکرار کن. یعنی که این عباره هایی که حالا میخوانیم این رو شما همچنین همراه من بارها تکرار کنید تا اینکه در ذهنتان خوب بماند. میگذاریم به حوار یعنی گفتگو. این حوار گفتیم عبارت است از دو شخص صحبت میکند. این دو صورتی که میبینید این دو کس با یکدیگر یعنی که تحیه و تعارف میکنند، یعنی که سلام میدهند و با یکدیگر شناس میشوند. پس در اینجا نام یکمش خالد است، نام دومش خلیل. پس خالد همراه خلیل صحبت میکند. خالد میگوید که السلام علیکم. خالد میگوید السلام علیکم. السلام علیکم پس معنایش سلامتی یا آرامی و امنیتی برای شما. علیکم یعنی که بر شما، صیغه جمع هست. سلام یعنی که سلامتی و تندرستی و آرامش و امنیتی علیکم بر شما. پس این معنای سلام. و علیکم السلام. پس خلیل جواب میتید که و علیکم السلام، یعنی و علیکم السلام پس معنیش بر تو هم همچنین سلامتی، آرامی، امنیتی و تندرستی. و علیکم السلام یعنی که بر شما هم، کم صیغه جمع است، و علیکم السلام یعنی که بر شما هم همچنین سلام و تندرستی و امنیتی. پس سلام دادن چطوره که میگویند که سنت است، اما جوابش واجب است که هر کس شما را سلام میتید پس البته را جوابش بتید. و خالد باز میگوید اسمی خالد، اسمی خالد. مسموک میگوید که نام من. اسمی یعنی که نام من. این یایی که در آخر میبینید معناش من هست، یعنی که ضمیر به متکلم هست، به گوینده هست. یعنی میگوید اسمی یعنی که نام من. اسم معناش نام، اینمی یایی که در آخرش قش شدگی هست همین معناش من میشود. یعنی اسمی نام من خالد، خالد هست. چخیلی که در اول گفتیم که خالد با خلیل صحبت میکند. میگه نام من خالد هست. مسموک چیست نام تو، یعنی نام تو چی است؟ ما به معنای چیست، در اینجا به معنای چی است، یعنی که ما استفهامیه هست و همچنین ما به معنای دیگر معناها هم میآید، لیکن در همین جا به معنای چی است؟ به معنای چیست. مسموک اسم چطور گفتیم نام می شود؟ این که یکی است تو، یعنی که که معناش تو می شود، مردانه، خطاب به مرد. مسموک یعنی که چیست نامی تو، که معناش تو. چخیلی گفتیم یی معناش من شد، این که تنها همین حرف کاف خالی معناش تو شد. پس خلیل میگوید که اسمی خلیل، نام من خلیل هست. اسمی نام من خلیل هست. خالد میگوید کیف حالک، کیف حالک یعنی که چی طور هست حال تو. کیف معنیش چی طور است، چگونه هست. حالک یعنی که حال تو. چطور گفتیم که در این ما اسمک مسموک معناش که نام تو، در حالک یعنی که حال تو. اینم یک حرفی کاف خالی معناش چی میشود؟ تو. کیف حالک چی طور هستی تو؟ در اینجا خلیل میگوید که بخیرین یعنی که بخیر هستم و خوب هستم. جواب یعنی که بخیرین، بخیر هستم و خوب هستم. والحمد لله، والحمد لله یعنی که و حمد و شکر برای الله تبارک و تعالی. والحمد معناش حمد و شکر برای الله تبارک و تعالی. و کیف حالک انت، باز خلیل از خالد میپرسد که و کیف حالک انت، و چی طور هست حال تو؟ انت هم همچنین تو،
حالک یعنی که حال تو، انت هم همچنین معناش تو میشد. پس که و انت هر دوش معناش چی است؟ تو. و کیف حالک انت، و چی طور است حالی تو، و چی طور است حالی تو. یا که ترجمه سالم به زبان تاجیکیش بکنیم، حال تو چی طور است؟ حال تو یکم حال میگوییم، تو را میگوییم، بعد چی طور است در آخر ترجمه میکنیم. و در جواب خالد میگوید که بخیرین یعنی که بخیر هستم و خوب هستم و الحمدلله و حمد و شکر برای الله تبارک و تعالی. پس این بود حوار یکم از این درس. و میگذاریم به ورق دیگرش یا به پایان همین ورق. میگوید که الحوار الاول، حوار یکم. این هم حوار یکم است لیکن این ب هست یعنی که دوم قسمش. حوار یکم در بالا ما و شما دیدیم الف بود، در اینجا ب هست. ب معنیش یعنی که دومش. همینجا این همچنین کلمه های بالا تکرار میشد، میگه انظر و استمع و اعید، نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. پس معناش در بالا بیان کردیم. پس در اینجا دو زن صحبت میکند. این دو زن در اینجا صحبت میکند. پس این زنها را یکیش نامش خوله هست، نام دیگرش خدیجه هست. خوله با خدیجه در این گفتگو صحبت میکند. پس ببینید که خوله میگوید که السلام علیکم یعنی که سلامتی و تندرستی بر شما، و خدیجه میگوید و علیکم السلام و بر شما هم همچنین تندرستی و سلامتی. پس خوله میگه که اسمی خوله یعنی که نام من خوله هست. از بالا یکان فرقیت نکرد، در بالا گفت که اسمی یعنی که نام من. پس مردانه و زنانه متکلم یک بوده است. وقتی بگوید نام من، مرد میگوید اسمی، زن میگوید اسمی یعنی که نام من. مسموکی، نام تو چیست یعنی که ما چیست، اسم خیلی نام، کی معناش چی می شود؟ تو. در بالا که بود، که خطاب به مرد است یعنی که اشاره به مرد است. وقتی میگویم که مسموکه یعنی که چی است؟ نام تو مرد. مسموکی شد معناش که چی هست؟ نام تو زن. یعنی که وقتی زن پرسان شوی از نامش میگویی که مسموکی یعنی چیست؟ نامی تو. خدیجه میگوید که اسمی خدیجه، نام من خدیجه می باشد. پس خوله میگوید کیف حالوکی، چی طور است حالی تو. ببین حالوکی، کی خطاب به زن کی شد، پس آخرش کسره میگیرد، کاف کسره میگیرد. کی اگر که مرد باشد که می شود. کیف حالوکی، چی طور است حال تو زن یعنی. خدیجه میگوید که بخیرین، بخیر هستم و الحمدلله یعنی که حمد و ثنا الله را. و کیف حالوکی انتی، و چی طور است حال تو. ببین حالوکی کسره شد، انتی همچنین کسره شد، آخرش زیر شد یعنی که اون حرکت از جانب پایانش آمد. پس مردانه در ما گفتیم که کیف حالوک انت در قصه بالا یعنی که در تعارف بالا که خالد با خلیل صحبت میکرد، ما گفتیم کیف حالوک انت. مردانه که باشد حالوک انت می شود، زن که باشد حالوکی انتی می شود، آخرش کسره میگیرد. پس خوله میگوید که بخیرین، بخیر یعنی که خوب، و الحمدلله یعنی که حمد و ثنا الله تبارک و تعالی را. پس اینجا دو گفتگو بود. پس از اینجا فایده برای ما همین هست که ما در اینجا از این درس فهمیدیم که اگر مرد باشد مسمو که می شود، اگر زن باشد مسمو کی می شود. اگر که مرد باشد کیف حالو که می شود، اگر زن باشد کیف حالو کی می شود. و همچنین انتی تو زن می شود، انت شد تو مرد می شود. پس این بود ورق یکم. پس میگذاریم به ورق دیگرش و صحیفه دیگر. و در اینجا همچنین میگوید که الوحدتو یعنی که بخش یکم. حالا ما و شما در بخش یکم قرار دادیم. بخش یکم چطور گفتیم که التحیت و التعارف یعنی که سلام کردن و شناسایی کردن، معرفی کردن. الدرس الاول یعنی که درس یکم. المفردات یعنی که کلمه ها، مفردات یعنی که هر یک جمله ها یا که کلمه ها. العرض چطور گفتیم که پیشکش یعنی که پیشکش کردن و تقدیم کردن. انظر و استمع و اعید، میگوید که نگاه کن و گوش کن و تکرار کن.
انظر نگاه کن و واستمع و گوش کن و اعید تکرار کن، چطوری که این رو بیان کردیم. و در اینجا هست که کیف حالک، پس میگه که کیف حالک، این از این انسان پرسیده است که حال تو چی هست، یعنی که مرد است، برای همین خاطر گفت که کیف حالک، کیف حالک. پس مرد را پرسید. و اینجا که زن هست گفت که کیف حالکی، کیف حالکی، یعنی که چی طور است حال تو زن. پس ببینید کیف حالک مرد میگوین، کیف حالکی زن را میگوین. پس اینجا اشاره هست، اشاره انتی، اشاره به سوی زن هست، یعنی که این زن را اشاره کرده است، میگوید انتی، انتی یعنی که تو معنایش انتی، معنایش تو زن میشود. و این باشد این مرد اشاره به این زن، این مرد اشاره به این مرد کرده ایستاده است، برای هم خاطر میگه که انت که شد اشاره به سوی مرد، یعنی تو مرد. مسموک یعنی که این سوال کرده است، این مرد از این مرد سوال کرده است که مسموک یعنی که چی هست نامی تو. در جواب یعنی که نامش را ذکر میکنه. در پایان آوردگی است این زن با این زن، یعنی که این زن از این زن نام پرسیده است، میگه مسموکی، یعنی چی هست نام. پس در اینجا فرق بین مردانه و زنانه را برای ما و شما پیشنهاد که کیف حالک برای مرد است، کیف حالکی برای زن هست. انتی زن هست، انت مرد است. مسموک مرد را میپرسی، مسموکی زن را میپرسی. پس اینجا میگه که تدریب یکم، یعنی تدریب یعنی که مشق یکم. میگه سیل بین العبارتی و صورتی المناسبتی، میگه که بچسبان، سیل معناش بچسبان، بین عباره یک عباره و صورت، بین همین عباره و صورت میگه بچسبان، المناسبتی، لیکن همین چسباندن تو مناسب باشد، همین چسباندن تو مناسب باشد. پس کسی که کتاب را در پیشش دارد میتواند که خط بکشد، ببیند که آیا درست چسبانده میتواند یا نمیتواند. یعنی مسموکی همین اشاره به، یعنی که ما این خط باید به اینجا بکشیم یا این خط به اینجا بکشیم، کدامش درست است. مسموکی اینجا دو مرد است، اینجا دو زن، این مسموکی برای مرد است یا برای زن، خودتون این مسئله شو حل بکنید. همچنین مسموکه برای مرد است یا برای زن، این رو هم توری بکنید و خودتون درست بکنید. انتی همچنین این هست یا این هست، و انت کدام اینها می باشد و خط را بکشید خودتون. و کیف حالکی یعنی چی طور است حال تو، و کیف حالکی و چی طور است حال تو، این را بین اینها مردانه است یا زنانه هست، خودتون در کتابی که در پیشتون هست راستش بکنید و درستش بکنید. و میگذاریم بعد تدریبی، یعنی که به مشقی دوم میگوید عجیب، یعنی که تو جواب بده. اینجا نوشته که السلام علیکم، پس باید در اینجا بنویسی که و علیکم السلام، این رو بنویسید. کسی کتاب رو چاپ کرده است بنویسد و علیکم السلام. و دوم سوال مسموک یعنی که چیست نام تو، در اینجا بنویسید که نام من، نامتون هر چی که بنویسید به طریق درست. کیف حالک یعنی چی طور است حال تو، در اینجا بنویسید الحمدلله یا بخیرین الحمدلله. و چهارم رقم 4 اسمی، نام من، نامتون چیست در اینجا بگویید. اسمی مثلا محمد شریف عبدالعلیم، من نام خودم را گفتم و شما میتونید نام خودتون را در اینجا بنویسید. و پنجم السلام علیکم یعنی که سلام بر تو، و علیکم السلام در اینجا همچنین می نویسید. مسموکی نام تو چیست، یعنی که گویا که شما یک زن را پرسیده ایستادید یا دو زن با یکدیگر صحبت کرده ایستاده است، پس در اینجا شما خودتون بنویسید که اسم من، مثلا نام یگان زن را بنویسید به خاطر فهمیدنتون و به خاطر درست جواب داده. میتوانید و نمیتوانید در اینجا بنویسید نام من، لیکن نام زنانه را بنویسید، زیرا که مسموکی چی است، نام تو زن، یعنی که از زن پرسیده ایستاده است. از این حساب اسمی مثلا خدیجه یا که خوله یا که فاطمه یا که چیزی که نام زنانه هست در اینجا بنویسینش. و هفتم کیف حالکی چی طور است حال تو،
و در اینجا هم می نویسید خیر بخیرین و الحمدلله. و هشتم اسمی نام خودتون رو می نویسید، یعنی که نام زنانه، گویا که اشاره یعنی که صحبت با زن هست. اسمی مثلا خوله، یعنی که نام من خوله هست، یا نام من فاطمه هست، یا نام من زینب هست. خلاصه یک نامی زنانه رو در اینجا یادداشت میکنید و در اینجا می نویسید. پس این بود درس امروزه ما و شما برادران و خواهران گرامی و بینندگان و شنوندگان محترم. پس این چطوری که در این ویدیو برای شما نشان دادیم که ما کدام عباره ها را خواندیم و کدامش را ترجمه کردیم. پس شما از کتاب هایی که در نزدتان چاپ کردید یا برآوردید در ورق ها، پس شما همچنین از اون کتاب ها استفاده ببرید و از اون کتاب ها برای خودتان فایده بگیرید و بنویسید جای هایی که نوشته می شود و بسیار این را تکرار کنید، یعنی که 50 بار 100 بار بخوانید این را و همچنین از ذهن خودتان، از سر خودتان بدون اون که به کتاب نگاه کنید بنویسید السلام علیکم چخیل نوشته می شود و علیکم السلام. خلاصه همین چطوری که چی درسی که خواندیم این را شما بسیارتر بنویسید و چطوری که در فضائل یا که در صحبت پیشینه در باره فضیلت زبان عربی ما صحبت کردیم که هر کسی که میخواهد خوب نوشته بتواند پس بسیار بخواند. پس شما بسیار بخوانید. هر انسانی که میخواهد خوب گپ زده بتواند پس شما خوب با دقت گوش بکنید که برای شما ما چی میخوانیم و چی طور تلفظ میکنیم. با دقت باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و درس امروزه را، درس یکم را در اینجا به پایان میرسانیم. تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.